شادی یک مسئله درونی هستش و ما میتونیم این رو از لحاظ جسمانی هم اثبات کنیم. اجازه بدید با یک مثالی توضیح بدم. باور عمومی بر این هستش که انسان وقتی که حال و حوصله داره میتونه بره حرکت کنه، پیاده روی کنه، ورزش کنه، ولی به نظر من قضیه کاملا برعکس هستش. ما در مواقعی که حالمون خوب نیست حتما باید حرکت بکنیم، هر حرکتی که دوست داریم. چون که در زندگی ما هر چیزی به شکل چرخه‌وار اتفاق میفته. مثلا همین چرخه غم، ما هر چقدر تو این چرخه غم بمونیم این بزرگ و بزرگتر میشه. ما نیاز داریم که چرخه‌های شادی برای خودمون بسازیم و ورزش کردن و حرکت کردن پتانسیل بسیار قوی داره که میتونه شما رو وارد چرخه مثبت و شادی بکنه. چون که وقتی ما حرکت میکنیم، ورزش میکنیم، عضلات ما مایکان ترشح میکنن که بهش میگن مولکول‌های امید، یا در بدن ما هورمون‌های شادی آوری مثل سروتونین و دوپامین ترشح میشه که همه اینها دست به دست هم میدن و باعث میشن که حال ما خوب بشه و چرخه شادی برامون میسازن. پس لطفاً در هر شرایطی هستید حرکت کنید، ورزش کنید، به خصوص در مواقعی که حالتون خوب نیست و اجازه بدید که بدنتون براتون شادی تولید کنه و چرخه‌های شادی در زندگیتون گسترده تر بشه.